در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов با مقصد پیشگیری از بیماری سرایتی کرونا ویروس تمام چاره‌های ضروری اندیشیده شده دانشجویان با نقاب‌های مخصوصی حفظ کننده تامین گشتند. همزمان کارهای پروفیلاکتیکی در تمام فاکولته‌ها و بناهای دانشگاه به راه مانده شده است. طبق فرمایش رهبری دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov برای پیشگیری از بیماری سرایتی کرونا ویروس کارهای فهماندهی در بین استادان و دانشجویان سود مخصوص تشکیل شده است که پیشگیری بیماری را پورا به ذمه دارد. در همه فاکولته‌ها از جانب مسئولین و استادان نقاب مخصوص طبی ضد ویروسی دانشجویان نظارت شده همه روزه دست آنها با محلول‌های اسپریدور آنتیسپتیکی بی‌ضرر کرده می‌شوند. همه روزه دست‌های دانشجویان با محلول‌های مخصوص آنتیسپتیکی توزیع کرده شده نظارت جدی نقاب به راه مانده شده است. روند درس‌ها در دانشگاه به طور لازم به راه مانده شده در فاکولته‌ها و بناها کارمندان مخصوص طب تامین شدند که آنها همه روزه از وضع سلامتی استادان و دانشجویان دیدن نموده حرارت بدنی آنها را زیر نظارت می‌گیرند. با نظرداشت پنهان شدن بیماری‌های سرایت کننده کرونا ویروس در مقیاس جهان ما برای پیشگیری نمودن این بیماری سرایت کننده در فاکولته ما یکچند چاره‌های ضروری اندیشیده ایم که از آن جمله هر یک دانشجوی همین فاکولته با نقاب‌های مخصوص به دانشگاه حاضر می‌شوند و پیش از به درس‌ها حاضر شدن با محلول‌های مخصوص اسپریتی دستانی خود را می‌شویند و در هر یک همین صنفخانه‌ها محلول‌های همین اسپریتی تشکیل کرده شدند که هر یک ساعت همین دانشجویان با همین محلول‌ها دستانی خود را می‌شویند. ما دانشجویان کوشش به خرج می‌دهیم که این بیماری در مقیاس جمهوری تاجیکستان و از آن جمله در همین فاکولته ما سرایت نیابند. از جانب رئیس دانشگاه همروزه همه بیناها و خوابگاه‌های دانشجویان با محلول‌های مخصوص ضد ویروسی تازه کرده شده آن با خلور و محلول‌های دیگر بی‌ضرر کرده می‌شوند. پنجشنبه بیماران بیماری کرونا ویروس در اکثر دولت‌های جهان مردم منطقه را به تشویش آورده است. زیرا ساعت به ساعت شماره مبتلا شدگان از این بیماری زیاد شده گرفتار شدگان از 1 میلیون بیشتر گشتند. اخیراً خبرهای هنگامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی پهن گشته عاید به پیدا شدن نشانه‌های این ویروس شهروندان ما را به تعلق افکند اساسی واقعی خود را ثابت نساخت. معاون سردار رئیس تندرستی در ولایت سوخت معروفجان حاجیبایف ضمن برگزاری بریفینگ در شهر خوجند بیان داشت که در ولایت سوخت تا امروز یگان حالت سرایتی از بیماری کرونا ویروس به خط گرفته نشده است. آوازه و خبر و گزارش‌های پهن گرده که گویا در ولایت گرفتاران این صورت آشکار گردیدند اساس واقعی ندارند. باید به برطرف نمودن هنگامه و اطلاعات بردارخت که شهروندان را به تعلق می‌اندازد با روانشناس محرمه رحیمова صحبت نمودیم که چنین اندیشه‌اش را بیان نمود. حادثه‌ای که در زمان حاضر بسیار مملکت‌ها رو فرا گرفته است این پهن شدنی کرونا ویروس میگویند البته همه رو به همتو نمیمونه زیرا که همین حادثه ها به از جهت پسیکولوژی هم به بسیار آدمان تاثیر میکنه زیرا که دپرسی عمومی جهانی به وجود آمده ایستاده است. یعنی وقتی که ما حاضر به شبکه سامانه نظر میکنیم بسیار چیزهای منفی پهن شده اند چنانی که نشان میدن درجه همین بیماری یا اینکه گویم بسیار معلومات هایی که به پسیکولوژی انسان نیاز تاثیر منفی میرساند که از همین تماشای همین چیزها خودداری کردن لازم است. بسیار به آن معلومات هایی که در ما هست در سامانه ما می‌باید یا که حکومت ما پیشکش میکند و همین چیز تکیه کردن لازم است. رئیس دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov با مقصد پهن نگشتن این بیماری سرایتی تمام چاره‌های ضروری را به راه مانده است. بین استادان و دانشجویان دایر بر رعایت حالت سانیتری اپیدمیولوژی کارهای تشویقاتی ترغیباتی و فهماندهی گذرانده شده از همه دانشجویان دعوت کرده شد که به هیگین شخصی و عمومی رعایت حتمی نمایند. با راه قطرگی و هوایی با راه قطرگی با راه چنگی این چنین با توسط نجاست نیز میگذرد. برای همین من گفتنیم که ما باید گرد و اطراف همه حوله ها گرد و اطراف خانه های بسیار آشنا را به تازگی آن را رعایت کنیم. ما باید اهلانه من همین خیلی توصیه میکنم که اهلانه یک بار در تمام همین گرد و اطراف شهر خوجند و دیگر ناحیه‌ها شنبگی با دقت گذرانیده انا همون پرتاب‌ها رو باید برده در یگان جا ما ساختنمون در کار است. در دوام یک روز این کارها رو اگر میکردیم ما باز هم برای پیشگیری این بیماری بیشتر آمادگی خود را نشان میدادیم.
тавсия дода шуд ки ҳангоми сулҳа ва атса задан даҳон ва бинии худро бо рӯймолча ё оринҷи даст пӯшонида дар ҳолати доштани таби баланд сулфа ва душворшавии нафаскашӣ ба устодон ва нозирон муроҷиат намоянд то ҳаёти худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд. Исфандиёр Ҳаитов, Тоир Хоҷа Обидов, Фурӯғ.